یکی از نیازهای ضروری ما بعد از آب و غذا اینترنت هستش و حالا میخوایم بهتون بگیم که با همین سیم کارت خودتون وقتی سفر خارجی رفتین چجوری نت خودتون رو فعال کنید. طبق سایت رسمی همراه اول اینترنت این اپراتور رو میتونید توی 28 کشور جهان استفاده کنید. کشورهایی مثل گرجستان، چین، روسیه، امارات، ارمنستان، عراق و ترکیه. حالا برمیگردیم سراغ نحوه فعالسازی و خرید بسته. از طریق اپ همراه اول وارد برنامه میشیم. اینو بدونید که بهترین زمان فعالسازی رومینگ روز خروج از کشور است. از بخش خدمات روی رومینگ کلیک میکنیم و فعالش میکنیم. باید مسیج بابت تایید فعالسازی رومینگ دریافت کنیم. وارد بخش خرید بسته میشیم و با انتخاب رومینگ بسته‌های مختلفی رو میتونیم با توجه به مدت زمان اقامتمون انتخاب کنیم. حالا برمیگردیم به تنظیمات گوشی و از طریق بخش سلولار دیتای رومینگ رو فعال میکنیم. اگه میخواید بدونید چجوری نت ایرانسل رو فعال کنید و دیگه چه چیزهایی تو سفر نیازتون میشه، این ویدیو رو لایک کنید و پست‌های بعدی ما رو دنبال کنید.